در این جهانی پر از اختلاف بسیار مهم است نکته پیدا شود که همه بالای اون توافق داشته باشند. از امیر و آب خیلی نکته است. آب نه ایدئولوژی است، آب نه دین است، آب نه مذهب است، آب نه سیاست است، نه حزب است، بلکه آب موافق و مخالف ندارد. آب یک چیز اساسی است. همین اگر از نظر این علم استاد علم بیولوژی و اکولوژی گیم همین انسان خودش 70-75% بدنش آب است. این اینجا ما شیشتیم هر یکی ما یک بشکه آبیم در است. چی نماینده چی مذهب است، چی فکر است، چی اندیشه است، چی گروه است، هر یکی ما یک 50 لیتر آب اینجا 50 نفر باشه 2.5 تن آب است اینجا. بنابراین همین انسان با خودش یعنی با وجود خودش چگونه مخالف میشه؟ بنابراین آب این نکته پیوند است. آب جایی است که در اوج مخالفت نیست. غیر از اینکه خودمون آبیم، تمام این رستنی هم آب است، سبزوات هم آب است. اینا در ترکیب همین سبزواتی مثل بادرینگ و پمیدار و تربوز تا 90% آب است. یعنی ما آب رو به شکل‌های گوناگون میخوریم، با نام سبزوات، با نام خوراک، با نام چی. از این رو همین انتخاب آب یک انتخاب ظریف است. یک انتخاب بسیار آگاهانه، بسیار عمومی بشری، نکته پیوست است که اگر ما یکم پیشنهاد سیاسی، ایدئولوژی، فرهنگی پیشنهاد حتی خوب میکردیم دستگیری عمومی نمی‌یابد. این ما همین 20 سال 30 سال پیشنهاد داریم که اطراف افغانستان کمربند امنیتی شود. همین بهترین پیشنهاد است ولی قبول نمیکنن نیمی جهان، چون که او کمربند امنیتی به منفعت او نیست. او میخواد اونجا امنیت نباشد، یعنی که جهان پوری منفعت ها است. بنابراین همین آب یک نکته بسیار مهمی پیوند است. از همین نظر، از نظر همین تمدنی، بشرسازی، عمومیت سازی خیلی مهم است. جنبه ملیش در آن است که ما به این واسطه یک پیام نیکی تاجیکان را به جهانیان دادیم. ملت آب، ملت میراب یا ملتی که در سرگه آب قرار دارد و ما به واسطه همین تشبث این پیام خود را دادیم. میخوام بگم که همین تشبث از عمق تمدن ما بیرون آمدگی است. در فرهنگ ما آب چی است؟ آب با آبادانی، زندگی، آبادی. آبادانی هم از همین ریشه آب هست. یعنی ما در فرهنگ ما آب رمز پاکی، رمز وحدت، رمز پیوند. ما هم بیت مشهوری که داریم آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. یعنی آب سیمبولی یک وحدت است که هیچ وقت پاره نمیشد، باز با هم پیوست میشد. و آب را پاک داشتن، در آب توف نکردن، این چیزا در فرهنگ ما، یا که تشنه را آب دادن، یکی از بزرگترین ارزش‌های فرهنگ ما می تشنه را آب دادن است. شما داستان خیر و شر از نظامی در مکتب میخوانیم، همون جنایتی، همون شر چی است؟ یعنی آب نداد، آب نداد. همون ادبیات ما رو محکوم کرده است، فرهنگ ما رو محکوم کرده است. بنابراین وقتی که در اون کانسپت سیاست خارجی نوشته شده است که ما هرگز پیش روی آب رو نمیبندیم، این همون تجلی همون تمدن ما است، تجلی فرهنگ ما است، فقط یک گپ حقوقی نیست. خب از همین رو با نام آب و دیپلمات آب برآمدن یک نوع ساختن ایمیج مثبت برای فرهنگ تاجیکان و برای ملت تاجیک است. و ما در ادبیاتمون چقدر شعرها درباره آب داریم، داستان‌ها درباره آب داریم، از اوستا تا امروز. یعنی یک استاد لایق چقدر غزل درباره دریا دارن. یعنی دریا و آب همیشه در تمدن ما بوده است. خب از همین رو یک صفت آب من در آخری همین باب بگم که در همین سبک هندی یک بیت عجیب است، میگه زیاران کینه در خاطر یاران نمیماند، بروی آب جای قطره باران نمیماند.
ببینید چقدر نازک آب دید است. همین ما هر روز میبینیم، لیکن چقدر زیبا دید است که وقتی که باران در روی آب میچکد جاش نمیماند، نابود میشه. چرا؟ چون که باران و آب از یک جنسند. برای همین دوست هم باید همیشه باشه. اگر از دوست یک آزاری رسید، او باید زخمش نماند، همون روز فراموش شود، چون که شما با دوست از یک جنس هستید. برای همین گفت که زیاران کینه در خاطر یاران نمیماند، بروی آب جای قطره باران نمیماند. ببین هم زیبایی هست، هم پیام مهم است.